مولانا علی ابن موسی رضا علیه السلام هست و انشالله که اگر مشهد نیستید هر چی زودتر از حضور شما بتونیم در حرم حضرت یار میزبانی و پذیرایی بکنیم. فضیلت‌های روز اربعین رو میخوایم آگاه بشیم از حضور کارشناس مجرب دینی، عالم فرهیخته، روحانیت معزز جناب آقای تقوی دعوت کردیم مثل همیشه با ما همراه باشن. آقا به شما سلام و درود، خدا قوت و تسلیت ایام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم محضر حضرت عالی، همکاران و بزرگوارتون و همینطور عرض تسلیت و تعزیت محضر بینندگان عزیز و کسانی که جای جای میهن اسلامی به وسیله رسانه و با همت رسانه الان زائر علی ابن موسی رضا شدند و ما هم نیابتاً عرض ادبی محضر امام رضا از طرف همه اونا داریم، در محضرتون هستیم. سپاسگزارم. من همیشه قول از مهمانان میگیرم که بعد از پایان برنامه یه دو رکعت نماز انشالله بالا سر اقامه بکنید و همه بیننده‌های عزیز رو یاد بکنید. البته بالا سر امروز چون ازدحام بله. و مزاحم زائر نمیخوایم بشیم چنین قولی رو نمیدیم، ولی سلام و عرض ادب و زیارت رو محضر امام رضا همین هم خیلی ارزشمنده و ممنون که رعایت حال زائر میکنه. این خودش کلاس درس بوده که اگر روزهای خاصی هست در سال اونا مستحب دیگه، واجب نیست. و اگر خدایی نکرده آزاری قرار رسونده بشه من میکنیم، همونطور که حاج آقا فرمودن. در مورد یکی از مراجع تقلید داره که ایشون نماز جماعت ظهرش رو روزهای شلوغ حرم تعطیل میکردن که مزاحم زائر نباشه، که مستحب مؤکده. بله، زائر راحت بتونن زیارتش رو. بسیار عالی. خیلی ممنونم که در خلال گفتمانمون یه چیز جدیدم یاد گرفتیم و بسیار ارزشمند. آقا روز اربعین هست و فضیلت بسیاری داره. اصلا فلسفه و حکمت اربعین رو بفرمایید که چرا اربعین و حسینی؟ خب حالا در مقوله اربعین صحبت خیلی شده. خود عدد 40 در فرهنگ دینی ما یک عدد مقدسی است که معمولاً علمای علم کلام و مورخین بهش اشاره کردند. انبیا معمولاً در 40 سالگی به اصطلاح نبوتشون، رسالتشون و ابلاغ رسالتشون شکل گرفته. انسان وقتی 40 ساله میشه کامل میشه. 40 شب یا 40 گرفتن در مسجد سهله، در مسجد کوفه، در حرمهای ائمه و اولیاء الهی مورد تاکید مبانی دینی ماست. در مباحث آغازین روزهای خلقت انسان بحث‌های زیادی راجع به عدد 40 هست. در رابطه با فردای قیامت ما آیات زیادی در رابطه با عدد 40 داریم. حافظ 40 حدیث فردای قیامت فقیه وارد صحرای محشر میشه و این از ویژگی هاشه. کسی که بتونه 40 آیه از آیات قرآن در موضوعات مختلف رو حفظ بکنه دارای یه ویژگی های خاصی است. اینا بخشی از اون چیزی است که در مورد اربعین صحبت. اما راجع به حضرت ابا عبدالله علیه السلام، چون در 40 روز بعد از عاشورا هم کاروانی که اسرا و یاران ابا عبدالله از اسارت برگشته بودند به کربلا رسیدند، هم یکی از یاران با وفای پیامبر اکرم و از اصحاب رسول الله به نام جابر ابن عبدالله انصاری امروز علی الظاهر طبق اونچه که روایات نقل کردن وارد کربلا شد. این دو هماهنگی و به اصطلاح ورود دو گروه از زائرین که شاید بگیم اولین زائرینی بودن که وارد کربلای معلا شدن، اگرچه اون روز کربلا گنبد و بارگاهی نداشت، جایگاهی رو هنوز ترتیب نداده بودن، زمین خالی بود. قبور مطهر شهدای کربلا رو این دو گروه زیارت کردند. یکی جابر ابن عبدالله انصاری و همراه او و همراهان او، شاید همراهانی هم بعضی از به اصطلاح مورخین نقل کردند، و یکی هم حضرت زینب کبری سلام الله علیها، امام سجاد علیه السلام و همراهانشون. این سبب شد که
توجه خاصی بشه در روز اربعین به کربلای معلی و در روایات هم توصیه فراوانی شده راجع به زیارت امام حسین در روز اربعین و در روایتی هم از امام حسن عسکری علیه السلام خوندن زیارت اربعین یکی از علامتهای مؤمن به حساب آمده. یعنی میگن مؤمن اگر میخواید بدانید که در ایمان او و به اصطلاح توجه او به مسائل دینی به زیارت خوندن در روز اربعین او توجه کنید. اینها ویژگی هایی است که راجع به بخش دوم بحث اربعین مطرحه که اربعین اختصاص پیدا کرده به حضرت ابا عبدالله علیه السلام. اما خب اتفاق جدیدی که شکل گرفته که البته سابقه تاریخی داره، پیاده روی اربعین بین نجف و کربلا و شهرهای مختلف عراق و حتی از ایران هم در گذشته هم مرسوم بوده، الان هم که مرسوم کردن، مخصوصا گروه هایی که از حرم تا حرم تشریف میبرن. یعنی از خود مشهد ما زائر پیاده داریم میرن و امروز اربعین رو در کربلای معلی هستند و همینطور اخیراً باز از عراق زائرینی به سمت بارگاه منور و ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام در دهه آخر ماه صفر و از سایر بلاد و قسمت‌های مختلف کشور میان. هر دوی این دو رکن دینه، دو پایه دینه. از اون طرف ما به حضرت ابا عبدالله باید به اصطلاح به جریان نهضتشون باها بدیم و حقم همینه هر چه که داریم و هر چه در توان داریم هزینه کنیم تا نهضت امام حسین مندگار بماند. کل ارض کربلا، کل یوم عاشورا، کل شهر محرم، که الحمدلله این اتفاق هم شکل گرفته. جمعیت 20 میلیونی امروز خار چشمی شده برای دشمنان اسلام عموماً و دشمنان تشیع خصوصاً. نمی توانند هیچ کدام از مذاهب و فرق عالم و همینطور سلاطین و امرای عالم جمعیت 20 میلیونی رو در یک جهت، در یک مسیر و به سوی یک نگاه هدایت کنند که الحمدلله در واقعه کربلا و نگاهی که به سمت امام حسین هست این شکل گرفته. افراد خاصی هم نیستن، گروه خاصی هم نیستن، از ثروتمند و فقیر و جوان و پیر و عالم و دانشمند و کسانی که تخصصهای مختلف تکنیکی و تکنولوژی دارن در این مسیر حضور دارن. از اون طرف هم امام رضا علیه السلام یک رکنی هستند که چون امروز آغاز دهه آخر ماه صفر هست، من این رو عرض میکنم مردم عزیز، بزرگواران، متدینین، ارادتمندان و اهل بیت آماده بشید انشاءالله برای سفر زیارتی حضرت رضا علیه السلام. هر چه در این مسیر هزینه کنید، حتی اگر پیاده و ماشین تشریف بیارید به مشهد، این یکی از برکات زندگی شماست. در مورد زیارت امام حسین علیه السلام دارد که کسی که زائر امام حسین میخواد بشه، از اون لحظه ای که تصمیم به زیارت گرفت تا لحظه ای که میرود زیارت میکند و به خانه برمیگرده از عمر او حساب نمیشه. این قطعه از زمان عمر رو محاسبه نمی کنند. قطعا زیارت حضرت رضا علیه السلام از اولویت خاصی برخورداره بر اساس فرمایش امام ارشد جواد علیه السلام که سوالی کرده از امام جواد که اگر من امکاناتی دارم که یا می توانم کربلا مشرف بشوم یا می توانم مشهد الرضا محضر پدر بزرگوار شما علی ابن موسی رضا مشرف بشم، کدام زیارت اولاست؟ امام فرمودن زیارت پدرم علی ابن موسی رضا و بعد دلیل آوردن، فرمودن برای زیارت حضرت ابا عبدالله همه اقشار و مذاهب شرکت میکنن، اما زیارت پدرم اینطوری نیست. لذا اگر میبینیم که
رونق و بهای بیشتری داده شده به زیارت پایان ماه صفر حرم علی ابن موسی رضا و مشهد مقدس. و اگر هم ملت، هم دولت و هم رهبری معظم و هم جامعه مذهبی ما بر این امر تأکید دارند و سیل جمعیت رو ما سرازیر مشهد خواهیم دید، و اگر آستان مقدس حضرت رضا علیه السلام و تولیت معظم تلاش میکنن که به نحو احسن پذیرایی از مهمانها داشته باشند، که جمله قشنگی رو من شنیدم که در ایام شهادت حتی پذیرایی در داخل حرم امسال شاید شکل بگیره، که انشالله این کار نویست، کار نوینیست. همونطور که از ایتالیا اشاره داشتید به بحث چای دادن که الحمدلله چند سالی مرسوم شده. امیدواریم که انشالله بحث غذا و بحث پذیرایی از زائرین در داخل حرم بدون استثناء، حرم پذیرایی داره، مهمانسرای حضرت رضا روزی چند هزار زائر رو پذیرایی میکنه، اما این که بدون نوبت و بدون ثبت نام هر کس وارد حرم امام رضا شد قضای تبرک امام رضا رو بگیره، این انشالله امیدواریم که شکل بگیره و تولیت دیگران تلاش میکنن، انشالله تلاششون مثمر ثمر باشه. این سیل جمعیتی که به مشهد میاد بر اساس اون فرمایش امام جواده، یعنی ما باید این نکته را توجه داشته باشیم که اون شیعه‌ای که یا اون گروهی که به زیارت علی ابن موسی رضا میان، اینا دینشون کامله. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اینجا شکل میگیره اونی که اونی که امام رضا علیه السلام و واقفیه هستند، اسماعیلیه هستند، زیدیه هستند، علویه هستند، اینا امروز همه در کربلا حضور دارن. اما رکن رکین جامعه دینی و جامعه مذهبی ما وجود مقدس حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا روحی و ارواح العالمین التراب مقدم الفدا هست. و مردم عزیزان، بزرگواران، سرمایه‌داران، علما، اندیشمندان، سخنرانان، رسانه، همه دست به دست هم بدیم و این زیارت پایان ماه صفر رو با شکلی فراتر از اونچه که در خور توان ماست انشاءالله انجام. بسیار عالی، استفاده و بهره بردیم و این همه فضیلت وجود داره، این همه فرصت وجود داره تا انشاءالله بتونیم به مرحله عاشقی برسیم. عاشقی که داره موج میزنه. اگر شما تصاویر رو تماشا میکنید در اربعین حسینی در کربلای معلا، نماد عاشقی و دلدادگی هست. همون اتفاق داره در مشهد حضرت خورشید میفته و ما مشهدی ها این افتخار رو داریم که در دهه آخر سفر از قدوم زائرین پیاده حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام میزبانی و پذیرایی بکنیم. معتقدیم اگر برکتی اینجا هست به خاطر همین اتفاقات هست و انشالله که خدا قوت بده و همه اونهایی که امام رضایی هستن. یه شعار داریم میگیم همه ما خادم الرضاییم، از آستان پیر مغان سرچه را کشم که دولت در این سرا و گشایش در این در.